امروز مدارکی داریم که ثابت میکنه امین فردین کلاهبرداری میلیاردی کرده. از کلی از مردم کلاهبرداری کردن، پولشون رو خوردن، میلیاردی، حدود 20 میلیارد کلاهبرداری شده ازشون و ما ازش وایس داریم، ازش اسکرین شات داریم، ازشون ویدیوهای مردم رو داریم. قرار صدای مردمی رو بشنویم که پولاشون خورده شده، چه اعتمادی کردن به این آدم کثیف. و یه سریا من ناراحت شدم به خاطر اینکه فکر کردن این آدم خیلی آدم صادق و راستگویه و به فکر شماست، ولی نه، اینطوری نیست. ایشون فقط به فکر پول، هیچ احساساتی براش مهم نیست. آدم سنگ دلیه متاسفانه. حالا چه اتفاقی افتاده؟ ایشون بذار اول اینو بهتون بگم، من به نمایندگی هزاران نفر اینجا وایسادم و صدای مردم شدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من نیومدم واسه خودم این مدرک‌ها رو به شما نشون بدم، هزاران نفر به من سپردن که من توی این کامیونیتی بزرگی که دارم اینا رو به شما نشون بدم. شرکت یا کمپانی آرپلا، الان بهتون قشنگ و دقیق همه چی رو بهتون نشون میدم. آقای امین فردین تبلیغات گسترده یه شرکتی، کمپانی رو میکرده، یه سایتی رو میکرده که میگفته شما میایید داخل این شرکت سرمایه گذاری میکنید. دقیقش رو الان خود مردم قراره صداشون رو بشنوید. میگفتن که پول بذارین حداقل پولتون 2 برابر میشه و سود میکنید و این موضوع، و همینطور رسیده. این آدما، ادمین ها، حتی جواب مردم رو که ندادن، هیچ پولشون رو که خوردن، هیچ بلاکشون هم کردن و جوابشون ندادن و خود امین فردین از این موضوع کنار کشیده شده و انداخته گردن یه سری آدم دیگه و ما قراره ثابت کنیم که اون یه سری آدم دیگه دوست صمیمی این آقا هستن و اصلا مال خود امین فردین بوده این موضوع که خودشو کشیده کنار از این موضوع. خب اول میخوام بهتون اسکرین شاتی نشون بدم که توی صفحه بیهایند تیوی پرژن یه لینکی گذاشته، نوشته سایت درآمد دلاری، اسپانسر رسانه پشت پرده. و خیلی جالبه که امروز قراره پشت پرده رسانه پشت پرده رو بهتون نشون بدم. www.arpella.com و بقیه‌اش هم می‌بینید. لینک گذاشته توی صفحش. استوریایی که میذاشته، مثلا کوئسچن باکس میذاشته، این کارا خیلی میکنن. نوشته 10 میلیون پول دارم، کجا سرمایه گذاری کنم؟ نوشته من خودم تو پیج زیر سرمایه گذاشتم در حد 5 میلیون، واقعا سودش رو بهم داد سر ماه. شما میتونید توی سایت زیر سرمایه گذاری کنید و ماهیانه سود بگیرید و خود پیج رو منشن کرده و خودتون باید دیده باشین. اون موقع مثلا اینکه 2 میلیون فالوور داشته و خیلی راحت میتونستین خودتون رو ببینید، شاید هم دیده باشین. خیلی این موضوع رو میدونم، برای شما که نمیدونین دارم مدرک رو نشون میدم. استوری بعد این سرمایه گذاری که معرفی کردیم معتبره، نوشته من اگه چیزی غیر معتبر باشه تبلیغ نمیکنم، میتونید ثبت نام کنید و سرمایه گذاری کنید راحت. یعنی خودش خیلی اطمینان داشته به این موضوع. من حتی اون موقعی که قرار نبود بفهمم این کلاهبرداریه، همچین استوری رو میدیدم میفهمیدم کلاهبرداریه. نوشته میتونید سرمایه گذاری کنید راحت، 1000 تا روزانه استوری میذاره. من واقعا میخوام قرض کنم و سرمایه گذاری کنم و خدا وکیلی آرپلا واقعیه. اینا رو که من میدونم خودش مینوشته، هم واقعی هم معتبر، خیالتون راحت باشه. خلاصه کلی استوری و تبلیغات فیک و اینا رو خودش استوری میکرده، تو هایلایتاش هم بوده و این هم صفحش بوده، صفحه آرپلا بوده که نه وریفیکیشنی داشته نه چیزی داشته. یه سری سلبریتی ها تبلیغاتش رو کردن و متاسفانه کلاهبرداری کردن ازشون. خب این صحبت کردن یه سری آدم هست. بذار ببینیم تا اینجا وایسی به ما داده بودن که بخوایم گوش بدیم. خب نه، بریم یه چتی رو بخونیم بعد بریم سراغ وایس های خود آقای فردین. تو رو خدا میشه جواب بدین؟ خواهش میکنم. اینا سایت رو هم از کار انداختن، همه دچار مشکل شدن، نمیتونن وارد بشن. نوشته اونو آقای پشت پرده نوشته ببین طرف واقعا نمیخواد پولتون رو بخوره، میدونم داره تلاش میکنه، ان شاءالله فردا بتونید برداشت بزنید. والا منم چی بگم، خودم من موندم چی میشه، ولی بدونید تمومش به خاطر فشارهایی است که آقای فردین بهشون میاره. این داره تلاش میکنه که خودش صورت حنصله رو پاک کنه. خب بریم وایسی رو گوش بدیم که امین فردین باش تماس تلفنی شده و گفتن چرا این شرکت کمپانی پول ما رو نمیزنن. بریم گوش بدیم. الو سلام. سلام. شاکرم. صبح تو هم بخیر. خوبی؟ چکرم. سلامت. آقا چی شد داداش؟ این بیناموسا باز دارن دارم میزنم برات. من دارم میزنم. داداش بابا حرف درست چرا نمیزنن؟ آقا مردم برو تو گروه نگاه کن، میگن آقا امین فردین داره ما رو بازی میده. امین فردین اگر نشد آقا من چیز کنم. چقدر 10
میلیون 20 میلیون باشه منم پول از چی میدم ولی اون موقع یه جور دیگه باید به من گفته نه اینجوری نیست که ما نمیتونیم تا ما بدونیم من که اینجوری نیست سیستم من یه جوری من اون جوری نمیام تو مدرسه آبروتون رو ببرم میخواست من پول آب نمیشه که میام اونجا میبندم به درخت طوری هست اصلا به قول تو این واسه نه واسه تو نه واسه مردم بابا مردم به قرآن همین برات اگه وقت داری بفرستم پیویاشون رو ببین یکی رفته بیمارستان از نمیرم عکس سرمش و اینا خودش فیلم گرفته یکی چتای دخترش هم مدرسه دارن اخراج میکنن به خاطر اینکه 2 ماه نتونسته شهریه دخترشو بده پیویشو فرستاده برای من تو و رفت موزیک دیدین چی شد؟ این فکر کنم رفیقش بوده رضا که اسمشو میدونسته و جوابش داده گفته مردم تو بیمارستانن یکی دخترش داره اخراج میشه و اون میگه آره و هیچ جواب خاصی نمیده میگه من از جیب میدم و آخرش هیچ پولی هم از جیب نداد حتی 1 ریال پولاشونو خورد و کلی ماشین خوب داشت سوار میشد داخل کشور آلمان. بعد من این سوالی که برام پیش اومده تو چه جوری هر چقدرم کثیف باشی چه جوری دلت میاد از این مردم پول بخوری؟ کسی که میگه تو بیمارستانم از فیلم از سرمش فرستاده کسی که میگه دخترمو دارن از مدرسه اخراج میکنن چجوری دلت میاد پول اینا رو بخوری و بلاکشون کنی؟ چجوری دلت میاد اون معلولی که خرج درمانش رو میخواد بده رو بلاکش کنی و پولش رو بخوری و پرهر بخندی و ویدیو بذاری و سوار لامبورگینی و رویز رویز بشی؟ واقعا چجوری دلت میاد انقدر آدم کثیف و سنگدلی باشی؟ مطمئنم آدمای بدبختری هم اینطوری بدبختر و بدبختر کردی که دستت بیشتر از اینا قرار رو بشه توسط خود من به عنوان نماینده این 1000 نفر. اونا پشت منن من جلوی اونا خورشید پشتش به ماست. خب این اسکرین شات ها رو طلبکارای فرستاده که بلاک شده پیجشون میبینید همین فردی پیجشون رو بلاک کرده این داخل سایت شارژ میکردن الان توضیح میدن که کار چجوری سایت کار میکرده با توجه به استقبال بی‌نظیرتون. فقط امشب و فردا در خدمت سرمایه‌گذاران جدید هستیم و بعدش به مدت 1 ماه سرمایه‌گذار جدید نمیپذیریم. مرسی از همکاری شما، مرسی از استقبال بی‌نظیر شما. این یه تکنیک فروشه که من خودم خوندم. این محدودیت رو میان ایجاد میکنن، این ضعف رو ایجاد میکنن که دیگه وقت نداریم تا فردا شبه که همه بیان پولاشون رو بریزن و من فکر کنم دیگه آخراش بوده اینجاشون میدونستن دیگه کارشون تمومه. آرپل کلاهبرداری من به شما اعتماد داشتم. برداشت پولتون رو میتونین از 1 ماه انجام بدید. یک عده عجول هستن فکر میکنم پولشون رو سایت داره میخوره. من خودم تو سایتی که لینکش تو بایو گذاشتم سرمایه گذاری کردم. بیشتر از همتون نگران نباشید دوستان. ما جایی نرفتیم دوچار نوسانات شدیم ولی الان در خدمت این استوری بعد براتون باکس میذارم. لطفاً ولتتر خود و فیشای واریزی خودتون رو برام ارسال کنید. این تو سایت وباموز آرپل کلاهبرداری دستیسه دیگه همین فردین. خب الان یه دونه تصویر داریم از اخبار صدا و سیما. فکر کنم آقای امین نظری بودن کسی که این کار رو انجام دادن با کسایی که مال باخته هستن و امین فردین کثیف پول اینا رو خورده و بهشون نداده مصاحبه شده و قراره بریم ببینیم. این مدرک تصویری هست. حدود $1700 $1700 واریز کرده تا در مقابل ماهانه سودی دریافت کند. معلولیت جسمی حرکتی دارم دستفروشی میکنم بعد با زحمت جمع کردم هرچی پول بود و داخل سایت اینا بردم. او تنها نیست. سرمایه‌گذارهای دیگر میگویند از سال قبل با وعده سوددهی در حوزه رمز ارز پولهایشان را به صفحه‌ای با عنوان شرکت آرپلا واریز کردند. حدود 90 میلیون تومان من پولم واقعیتش الان تو این حساب هستش 1250 تتر یا دلار. اما حالا نه سودی دریافت کردند و نه اصل پولشان. قرار بود آخر اسفند اینا به ما دیگه پولامون رو با سودش پس بدن. قبلش اطمینانمو جلب کردن ولی بعدش دیگه اصلا جواب ندادن. افرادی که میگویند از بعد جالب اینه خود امین فردین داشته یه زمان میجنگیده با کسایی که سایت شرط بندی دارن و بعد خودش سایت زده. شما فکر کنید واقعا دلش میسوزه براتون که میاد مثلا برای مثال اومده 4 تا وایس داره از یه سلبریتی که مثلا بخواد ازش بازدید بگیره. اون 4 تا وایس 1 دقیقه‌ای رو برای مثال میتونه آپلود کنه چنل یوتیوبش یا حالا اینستاگرامش که شما 4 دقیقه رو تو 4 دقیقه ببینید و تموم شه بره. ولی این زرنگ اومده 2 تا از این وایس ها رو برداشته داخل یه پارت ویدیو، 2 تا از این وایس ها رو داخل یه پارت ویدیو دیگه که درآمدش رو 2 برابر کنه.
حالا قبل و بعد و وسط این وایس ها میاد 10 دقیقه یه رو صحبت میکنه که واچ تایم بگیره، بین اینا 200 تا تبلیغ میاد. شما تبلیغای بیشتری که ببینین درآمد بیشتری برای این آقا میره، پس دلش برای شما نمیسوزه، این دلش برای جیب خودش، اون رویزی که سوار میشه میسوزه. اینو ویدیوهاشو انقدر نگاه نکنید، میتونید از اینستاگرام نگاه بکنید، این دنبال پوله فقط. بهتون گفتم 2 تا وایس رو میاد 20 دقیقه طولش میده، با اینکه کل 2 تا وایس 2 دقیقه است، میتونه بذاره شما همه چیو بشنوید. آنها کلاهبرداری شده از شهرهای مختلف کشورند. حتی برخی از آنها ایرانیان ساکن خارج از کشورند، مثل این خانم از ایتالیا. به من حتی میگفتن لسترینگا چیه، کجا باید پول رو واریز بکنم، براش باید بفرستم اسکرین شاتو، برداشت حساب و چک کردن حساب. این پولا رو هم از من حتی گرفتن. وقتی نحوه آشنایی افراد با این شرکت را بررسی می‌کنیم، به یکی از افراد مشهور فضای مجازی می‌رسیم. تمام اون کسایی که من فالو کردم رو فالو کنید، حتما پست آخرشون رو لایک کنید، براشون کامنت بذارید. من صفحه امین فردین رو پیگیری می‌کردم، گفتن که آره اگه بیاین اینطوری سرمایه گذاری کنید انقدر مثلا براتون چیز داره، سوداوری داره و کار تجاریه و از این حرفا. پیج آوردم بالا، خود یه سری از سلبریتی‌ها که امین فردیمون تو بایو پیجش گذاشت نوشت که این پیج سرمایه گذار منه، یعنی اسپانسر منه، من خودم توش پول گذاشتم، پول دریافت کردم، معتبره، دائما تبلیغ این پیج رو انجام میداد. حتی توی گروه تلگرامی و اینستاگرامی خدای فردین اومدن که گفتن من تضمینشون میکنم، من خودم آبرو و شرفمو گذاشتم، مطمئن باشید که پولتون رو برمیگردونم. اگر نشد آقا من چی برای اینکه اعتماد مردم را جلب کند از چهره‌های معروف دیگر هم کمک گرفت. اولش واقعیتش نمیخواستم سرمایه گذاری کنم، ولی آقای امین فردین و یه سری از دوستانی که تبلیغش کردن مثل خانم و مهدی و آقای تبلیغش کرده بودن، گفتیم خب شاید سایت معتبری باشه. این از روش کلاهبرداری که این افراد میکنن. قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما. آقای قدیر نظری، بله. خب وایسایی داریم از کسایی که شاکیان. خانومی که خودشو پولشو خوردن، من فکر کنم شنیده بودم حدود 100 میلیون تومان خوردن، همینطور ریزه ریزه به 20 میلیارد رسیده. بریم وایسشون رو گوش بدیم. وقتی دوستانم در ایران ازم خواستن که بهشون کمک کنم و پولی رو در شرکت آرپلای شخصی به اسم امین فردین بریزم، من رفتم اول امین فردین رو توی اینستاگرام پیداش کردم، رفتم نگاه کردم، دیدم بله شدیداً داره از شرکت آرپلا تبلیغ میکنه، شدیداً، به خصوص بهمن ماه، آخرای بهمن ماه بی نهایت تبلیغ میکرد، جوری که فقط میخواست مردم رو به وسوسه بندازه به اون تبلیغای شیرینش، پول هنگفت دلاری که بهشون برمیگرده توی ایران با وضع بد ایران. من متاسفم تحقیقی نکردم روی شرکت آرپلا، تحقیقی نکردم روی امین فردین، چون دوستم در اصفهان بهم گفتش که میتونه خیالت راحت باشه، برو جلو، اینجا دارن تو ایران سلبریتی ها خیلی ازش تبلیغ میکنن و باید چیز خوب و تمیزی باشه. من دیگه با خیال راحت 2 دفعه پول ریختم توی سایت شرکت آرپلا، دلار ریختم، بار اول $160 بود، بار دوم $500 بود، از طرف 2 تا دوست در اصفهان که ازم خواسته بودم. این ماه بهمن بود، اسفند ماه منتظر بودم که بهم برگرده ولی بر نمیگشت. هرچی باشون صحبت میکردم اوایل خیلی مهربون بودن و جواب تو توی تلگرام میدادن، عزیزم و صبور باش و الان ما میریزیم و منتظر باشین و از این حرفا. بعد به آخر اسفند که رسید اینا سایت رو بستن و فرار کردن و به هیچ کس جوابی دیگه‌ای ندادن. من فروردین ماه بود وقتی توی پیج‌های مختلف امین فردین وارد شدم و اسم نوشتم، دیدم مثل من مثل که دیگران هم هستن، ایرانیایی که می‌نویسن پس آرپلا چی شد، پس پولای ما چی شد. من با اونا وقتی صحبت کردم، یکی از اون آقا پسرای ایرانی در ایران با من آشنا شد، صحبت کردیم، گفت تو هم گول خوردی خارج. گفتم خارج اینجا من شنیدم قوقا کرده، از ایرانیایی در کانادا خیلی پول گرفته به جیب زده امین فردین با این شرکت آرپلاش و از این حرفا. وارد گروه های ایرانی شدم در ایران، با سرگروهی در ترکیه بود آقا رضا آشنا شدم، یک سری وایس ها به من داد از امین فردین که براتون میچرخونم که گوش کنین خودتون. از اونجا بود که خود من گروهی دیگه در ایران باز کردم،
با خود آقای خبرنگار صدا و سیما من در تماسم و میدونم شکایت ها زیاده در ایران. حتی رفتیم پیش یه وکیل که شکایت ها رو جمع جور کنیم، بتونیم صدای مردم باشیم و بتونیم توی دادگستری قوی باشیم جلوی یک قاضی. امین فردین اصلا مکانیزم مغز این اپلیکیشن بود. از همون میگم سالهای 1400 1399 این تو فکر درست کردن یک اپلیکیشن بود که دلار که داره میره بالا اینجوری میتونیم مردم رو گول بزنیم، بهشون بگیم سرمایه گذاری کنین تا یک پول دلاری داشته باشین بهتون برگرده و متاسفانه موفق شد. از مهر 1401 تا اسفند 1401 تو این 6 ماه تونست مردم رو، ایرانی‌های داخل و خارج کشور رو کاملا با تبلیغاتش نه به تنهایی بلکه کمک از دیگران حتی در ایران گول بزنه و پولا رو به جیب بزنه. این یکی از کثیف‌ترین کارهایی بود که به مردم کشور خودش کرد. یعنی من آدمی از این کلاه بردارتر و کثیف‌تر در عمرم ندیده بودم. این هم به تورم خورد. متاسفم برای دوستان در ایران. ما دیگه میریم جلو. شکایت ها همه تو ایران هستش، منتها خودتون میدونی ایران قانونی برای ترید نداره، حتی به رسمی هم شناخته نشده ترید در ایران. بنابراین حالا من نمیدونم کارمون به دادگاه بکشه، با وکیلم حتی بریم جلو یا قاضی دادگاه کمک میکنه یا نه، ولی من به دوستان گفتم بتونیم تو ایران برنده بشیم. من این شکایت رو از یک وکیل معتبر به دستم برسه داشته باشم، این جواب قاضی چیزی به دستم برسه، اروپاش با من، چون پلیس اینترپل و وکیل توی اروپاش با من و حتی 2-3 تا آقا پسر دیگه هستن در آلمان که گفتن تشنه خونه امین فردینن به خاطر کارهای کثیفی کرده، این پولایی که به جیب زده. ان شاءالله به هم برسه. امین فردین من رو بلاک کرده، نمیبینم، ولی خیلی تعریف میکنم، برام میگن که ماشین جدید خریده، تبلیغ سفراشو میکنه و از پول من خودم با چشمای خودم دیدم که رفته هرمس خرید میکنه. هرمس رفتن کار هر کسی نیست. تو وقتی زمستون پاشو رفتی هرمس خرید بکنی یعنی پول ملت خودتو به جیب زدی. تو کثیفی، تو اسم آدمیت در وجود اصلا به گوشت نخورده و نیستی جزو آدما. انسان شرور رو واقعا ببین چه جوری بازی می‌کرده با این مردم بیچاره. ممنون از این که دارین به ما کمک. ببین من واقعا نمیخوام خیلی فیک چیزی بگم که بگم واقعا فلانه. ببین واقعا مردم خودشون نباید اعتماد کنن به این راههای آسون پول درآوردن. تا حدودی شاید 10-20% مقصر مردم هستن و 70-80% تقصیر این انسان کثیف کلاهبردار و دلسنگه که حتی میاد ادای دلسوزا رو برای شما در میاره که باز هم پول در بیاره از راه بازدید و اون موقع این کارا رو میکرده. اون موقع که همین فکر کنم چند ماه پیش یا سال پیش و این چیزا بوده. حالا وایس های دیگر رو بشنویم که اطلاعات بیشتر داشته باشیم. قراره تو ویدیوی بعدی با مال باختگان تصویری صحبت کنیم، وایس کال صحبت کنیم با همون معلولی که داخل ویدیو بودن و ببینیم حرف اونا چیه، چه جوری دقیقاً این گول زده شدن و چه جوری آشنا شدن و چرا پولشون خورده شده و وعده‌ای که بهشون داده بودن چیه، چه جور آدمایی هستن. سلام، وقت شما بخیر. من با پیج امین فردین خب چند سالی بود که دنبالش میکردم. خیلی عادی بودم، یعنی افشاگری هاش باعث میشد که برای من احساس کنم آدم صادقیه و فکر میکردم آدمیه که قابل اعتماده، هرچند که کلا من سعی میکنم اینطوری اعتماد نکنم ولی متاسفانه گول خوردم. امین فردین تو پیجش اومد، آرپلا رو تبلیغ کرد، تاییدش کرد، از پروفایل خودش عکس گذاشت، گفت من انقدر خودم سرمایه گذاری کردم، انقدر سود بهم دادن، حتی گفت برداشت کردم از این پیج، از اون پروفایل شرکت آرپلا و یه جورایی تقریبا هر روز استوری میکرد، هر روز روزی
چند تا استوری میذاشت، تبلیغ میکرد. حتی من اولش چون فقط تتری بود قبول نمیکردم، دلم راضی نمیشد که بخوام سرمایه گذاری کنم. اومد سرمایه گذاری ریالی رو باب کرد، یه شماره کارت تو ایران داده، البته 2 تا شماره کارت، من یکیشو برداشتم و پول به حسابش کارت به کارت کردم و مدارکش هم هست موجود، صورت حساب بانک هم هست، اون روزی که و ساعتی که پول به حساب اون آقا واریز شده. من 300 تتر یعنی 13.5 میلیون تومان، اون موقع 45,000 تومان بود، پول ریختم به حساب اون آقایی که داخل ایرانه، تبدیل شد به تتر، شد 323 تتر برای داخل پروفایلم. بعد سلبریتی ها اومدن این سفر رو تبلیغ کردن و قبل از واریز من، یعنی چون همینا باعث شد که من اعتماد کنم، مثل نفیسه روشن و مهدی عبدی و حنیف عمرانزاد و همه این اومدن تبلیغ کردن و در نهایت این آقای امین فردین یه جورایی رسما خودش کنار کشید، مسئولیت قبول نکرد، در صورتی که تو اگر میدونستی کلاهبرداری چی جوری پس برداشت کردی؟ وقتی میگی برداشت کردم سود خودمو، خب بیا الان پول ما رو هم بده دیگه، یه کاری کن که پول ما هم برگرده. و در نهایت این که امروز و فردا من طرح 1 ماه ثبت نام کرده بودم، بعد 1 ماه، نه تنها 1 ماه بلکه از بهمن 1401 این پول من تا الان فکر کنم نزدیک 10 ماه شده باشه اگر اشتباه نکنم. و اینکه نه تنها سودی به ما ندادن بلکه اصل پولمون رو هم نمیدن، عملا یه جورایی دزدی کلاهبرداری ازمون شده و از همه جا ما رو بلاک کردن، تا حرف میزنیم از همه جا ما رو بلاک میکنن. و صفحه همون پروفایل شرکت آرپلام که کلا بسته شد، آرپلام تو تلگرام و اینستاگرام و همه جا ما رو بلاک کرده و عامل اصلیش هم امین فردین بود. من خودم به شخص حاضرم هر جام لازم باشه میام میگم و حتی مصاحبه هم میکنم، هیچ مشکلی هم ندارم، چون واقعا سرم کلاه رفته. من حتما با شما صحبت میکنم. بزرگترین و معتبرترین مدرک اینه که صدای امین فردین رو داریم و اینکه توسط خبرنگار صدا و سیما از بچه‌های مالباخته فیلم برداری شده و تو صدا و سیما این فیلم پخش شد که بعد یه مدت امین فردین اومد گفتش که من چون محمد رضا گلزار رو افشا کردم، محمد رضا گلزار اومده به صدا و سیما فیلم پول داده که منو تخریب کنه، در حالی که واقعیت این نیست. ما مدرک داریم، ما صدا داریم، ما اسکرین شات داریم از چتایی که با امین فردین کرد. بله، آقای فردین اومده گفته که محمد رضا گلزار به خاطر اینکه من افشاش کردم هماهنگ کرده با صدا و سیما پول داده. یعنی اخبار اینقدر شله به نظرتون امین فردین اومده پول داده به صدا و سیما که الکی بگم من کلاهبرداری کردم. این تا قبل این موضوع بود که صداهاش پخش بشه فکر نمی‌کرد اینقدر لو بره و دیگه همه چیش معلوم شد دیگه. تموم شدی امین فردین، تموم شدی، اصلا به سن نیست، تموم شدی. بخیر. جالب‌ترین چیزی که هست اینه که بعد از اینکه آقای قدیری این فیلم رو پخش کردن میاد راجع به بلاگر سنتر میگه که پشت این سایت بلاگر سنتر بوده و بعد از مدتی یه خانم به اسم سونا و سنمره جز بلاگرها هستن تولد میگیرن و خودشون رو به عنوان رئیس بلاگر سنتر معرفی میکنه. تو اون جشنم برادر امین فردین یعنی محمد فردین هست و با هم در ارتباطن. پس یعنی گفته که این تقصیر اوناست، بعد خودش با اونا رفیقه، همون حرفی که اول ویدیو زدم. بریم ببینیم استوری که امین فردین توی پیج بیهایند تیوی پرژن چه گذاشته چیه. سایت آرپلا که از مردم کلاهبرداری کرده، مالکش مهدی حسنی و شخصی به اسم بنیامین است که تحت عنوان بلاگر سنتر فعالیت میکنن. دیگر فعالیت‌های این کمپانی فروش مدرک، خرید و فروش ملک تحت عنوان آقای املاک است. شرکت آرپلا اسپانسر رسانه پشت پرده بود مثل خیلی از کمپانی‌های دیگه. حالا اومده گفته مثل کمپانی‌های دیگه مثلا من خبر ندارم و فلان و اینا، بعد اومده کلا انداخته رو گردن مهدی حسنی و بنیامین. ولی ما اینجا عکسی رو میبینیم که نباید میدیدیم، عکس جمع این دوستان تو تولد. نوشته اینم برادر اون حالا ایشون نوشته فردین تو جشن شرکت داره. من نمیشناسم برادرشون، دوستان نوشتن اینو.
همکارای قشنگم در بلاگر سنتر. من همچین بلاگری رو نمیشناسم، اما جدی فکر کنم که لایف استایل باشه. چقدر فالوور داشت اون موقع؟ سونا سمیپور، بله اینشون رئیس بلاگر سنتره. حالا امین فردین نوشته اسنادی دقایق پیش به دستم رسیده که گلزار صدا و سیما برای تقریبا پول داده. قدیر نظری همون خبرنگاره که اومده امین فردین رو فاش کرده نوشته با ما کج و با خود کج و با خلق خدا کج، آخر قدمی راست یا ای همه جا کج. اینجا مونده بود. این استوری مال زمانیه که نظری خبرنگار صدا و سیما اون ویدیو رو منتشر کرد. بعد از این مدت امین فردین پیدا شده این استوری رو گذاشت و سوخته بود دقیقاً و تمامی این مدارکی که دیدین اثبات میکنه که امین فردین یک کلاهبردار بسیار کثیفه. لطفاً بهش اعتماد نکنین. الان هم دیگه به حرفاش نمیتونین اعتماد کنین، واقعا به خاطر اینکه دیگه خیلی فهمیدین آدم دنبال پوله. شما همش فکر می‌کردین این آدم دنبال فقط اینه شما رو آگاه کنه. چی بهش میرسه شما رو آگاه کنه؟ جدی میگم چی بهش میرسه؟ به خیلی ها چیزی نمیرسه. حتی یه سری خبرنگار معمولی خب به خاطر حقوقی که میگیرن میان به شما آگاهی بدن، ولی این آدم میاد آگاهی میسازه، فکت میسازه. مثل بازی مافیا میمونه. کسی که فکت بیاره درسته، اومده یه چیزی رو فهمیده، به مردم میخواد بفهمه، کل شهر رو آگاه کنه. یکی مافیاه میخواد برای اون شهروند فکت بسازه که اونو از بازی بکنه بیرون و اون مردم هم ممکنه اگه این پلیر خوبی باشه حرفش رو باور کنن. پس حرف آدم کثیف رو باور نکنین. من تو ویدیو بعدی قراره فردا یا پس فردا یا امشب با این دوستان مالباخته، کسایی که حتی صداشون رو نشنیدیم، و صحبت کنیم ببینیم نظرشون راجع به این مورد چیه. مطمئنم این آدم کثیف و دلشون میخواد پیداش کنن و به سزای اعمالش برسونن. امین فردین تمومی دیگه. امیدوارم که بهتون ثابت شده باشه همه چی تا اینجا. فعلا